اسم ملیحه، از این تخلص میکنم. مدیر یک کارگاه خیاطی در شهر کابل. قابلگی را خواندیم، در بعض شفاخانه ها کار کردیم. بنابراین مشکلاتی که بر ما پیش آمد دیگه کار توقف دادیم، به خیاطی آمدیم. اینجا مدیریت میکنم، بخش مدیریتش به دوشم است. در حدود 6-7 ماه میشه که ما این کار آغاز کردیم. خانمایی که همراه ما کار میکنه در مجموع 60-70 خانم باشه، به حساب چرخکار، موردوز، برشکار و اتوکار و بعض چیزا. و قدر فروشات خوب نیست، بازار فعلا استاپ است. دیگه مقصد کار میکنیم، خانم‌ها مصروف از به یک پول ناچیزی، قدر امکانات هم نیست و خب مقصد ما قدر میکنیم که در خانه مصروف، اینجا بیکار نمانیم، مصروف باشیم. دیگه از طریق پارلمان چی تقدیر هم شدیم، به حساب هم سرتیفیکیت و سرتختی و چیزا که داشتیم. جایزی که برنده شدیم 4-5 هزار دلار بود. به حساب بر ما ماشین دادن. بر خانم باز ما کار دادیم، تقریبا 80-90 خانم ها بودن که بر کدام از او باز یک سرتختی، هر کدام از او جداگانه باز کار بار خود شروع کردن. بسیار خوش هستم، بسیار احساس خوشی به این میکنم که خانمایی که زیاد مشکلات دارن، یک کمی حداقل زیاد نمیتونیم، یک کمی مشکلاتشان میتونیم که حل بسازیم از طریق موردوزی. مثلا چرخکارای ما هست، اتوکارا هست، بسیار مردم فقیر و مسکین بیچاره هستن. دیگه ما قدر زیاد احساس خوشی دارم که کمکی بر زمین ها میتونیم کمک کنیم. او یک استاد است که همراه ما هم همکار است، همراه ما صمیمی است، هم کمک میکنیم. ما همراه در کارها که چه رقم پیش بریم خوب است دیگه. ما خوش هستیم از پیشش که به ما یک کار اینجا کارخانه جور کرده که ما مصروف کار هستیم. از بیکاری، از مریضی، از تمام مشکلات، تشویش، بیکار، مشغول همی کار هستیم، سرگرم کار خود هستیم. صبح میاییم دیگر میریم. مشکل اقتصادی است، سرمایه ما کم است، دیگه بسیار امکانات به ما کم است. به حساب مواد خام، تکامین، بعض چیزا زیاد مشکل داریم، اما باز هم به این مشکلات میخوایم که کار کنیم. خواست ما از امی طبقه مردمی است که اگه بتانن ما را حمایت کنن که در پالی ما زیاد خانم آرام میشن، بسیار مشکلات دارن، کمک کنه بسیار خوش میشیم، بسیار بر ما خوب میشه. خواست ما از همین نهادها یا همین حکومت است یا به حساب مسیح خارجی گپ است، اگر کمک کنه ما بسیار خوش میشیم که همین طبقه مردم دیگر ما ضعیف کمک کرده میتونیم. پیام ما بر از همین خانم‌ها همی است که باید کار کنن، در خانه نشینن. درست است که به حساب دولت وظیفه و کارا کردن نمیتونن، اما بسیار کارهای دیگه است که میتونن بکنن. خواست ما از همی است که کار کنن، هر جای بر خود به حساب خیاطی باشه یا هر کاری که باشه، به حساب آموزش باشه، درس باشه، کار کنن خوبتر میشه از اینکه در خانه بشینی، زیاد بر مشکلات پیدا میشه. با هدفی که ما کار شروع کردیم، انشالله از خداوند امید داریم که 1 سال بعد 2 سال بعد شاید ما بسیار پیشرفت کنیم، بسیار در بلندی ها برسیم. این خانم‌ها مثلا خود ما به حساب سرمایه هر چیز دیگه از خداوند امید داریم انشالله.